همچنین یک ابزار دیگه ای داریم که برای کسایی هستش که با امواج الیوت کار میکنن، الیوت 1/5 یا به عنوان مثال ABC که خب اون دسته افراد هم از این ابزار میتونن استفاده بکنن. ابزار بعدی که خیلی مهم هستش توی قسمت پراجکشن هستش، لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن که خیلی برامون کاربردیه. به فرض مثال اگر از لانگ پوزیشن برای یک پوزیشن بای استفاده بکنیم میتونیم استاپ لاسمون رو تعیین بکنیم باهاش و همچنین تیپیمون رو بخوایم کجا بذاریم و در واقع داره روند اون پوزیشن رو با جزئیات کامل به ما نشون میده. همچنین از شورت پوزیشن هم برای پوزیشن های سل استفاده بکنیم، مجددا استاپ لاسمون رو تعیین بکنیم و همچنین تیپیمون. باز هم میتونیم روند پوزیشن شورتمون رو توی این ابزار ببینیم. گزینه بعدی هم به همون ابزارهای مختلف میده، به عنوان مثال براش ها هست، رو هستش و همچنین شیپ هستش که خب موارد خیلی کاربردی رو اینجا داریم. براش ها به فرض مثال میتونیم نقاط مختلفی رو داخل چارت مشخص بکنیم، بر خودمون علامت گذاری کنیم، یا به عنوان مثال قسمت روها هم همچنین باز میتونیم یک قسمت رو برای خودمون جهت استراتژی و تحلیلی که داریم نمایش بدیم. و گزینه بعد هم رکتنگل هستش که میتونیم نقطه خاصی اگر مد نظرمون هست با این ابزار مشخص بکنیم. و یک گزینه بسیار کاربردی دیگه هم قسمت پث هستش که میتونیم برای تشخیص امواج ازش استفاده بکنیم. یه گزینه بسیار کاربردی دیگه هم داریم، قسمت ایموجی هستش. یه جایی هستش که سود میگیریم از بازار، یه ایموجی خوشحالی میذاریم روی پوزیشنمون، یا یه جایی هستش که استاپمون میخوره، اون موقع است که با ایموجیمون میشینیم یا گریه میکنیم یا عصبانی میشیم. گزینه بعدی که داریم قسمت تکست هستش که میتونیم برای خودمون تکست بذاریم یا نوتی تعیین بکنیم که خب این میتونه یه جورایی برای ژورنال نویسیمون برامون خیلی حائز اهمیت باشه. گزینه بعدی خطکشه که اون هم باز بسیار کاربردیه که اگر از یک نقطه به نقطه دیگه به صورت افقی کشیده بشه، به فرض مثال ما میخوایم نگاه بکنیم که این ریزش توی چند ساعت انجام شده بوده و چند تا کندل توی این تایم وجود داشته که کامل برامون نمایش داده میشه اینجا. و اگر خطکش رو به سمت عمودی حرکت بدیم، بهمون نشون میده که اون قسمت و ناحیه‌ای که مد نظرمونه چقدر به سمت منفی حرکت کرده، چند درصد بوده، چند پیپ جابجا شده و همچنین چقدر کندل مجدد توش بوده و چقدر زمان برده تا این اتفاق بیفته. اگر روند چارتمون به شکل ریزشی باشه به رنگ قرمز برامون نمایش داده میشه و اگر افزایشی باشه به رنگ آبی. هر کدوم از این ابزارهایی که در موردش صحبت کردیم رو میتونیم ستاره کنارش رو بزنیم یا به اصطلاح فیوریتمون رو انتخاب بکنیم و گزینه بهتری که داریم گوشه سمت چپ پایین اگر روش کلیک بکنیم تمام اون چیزهایی که انتخاب کردیم به صورت به شکل یک کنسول برای ما نمایش داده میشه. همه اونهایی که فیوریتمون بوده رو برامون میاره. فقط دقت بکنید هر ابزاری رو که ما تو این قسمت استفاده کردیم اگر روش دابل کلیک بکنیم برامون یه پنجره باز میشه که جزئیاتش رو میتونیم تغییر بدیم. تفاوتی نمیکنه چی باشه، رکتنگل باشه، ترند لاینمون باشه، هر چه که باشه برامون با جزئیات قابل تغییر هستش. این جلسه هم به پایان رسید. جلسه بسیار بسیار مهمی بود. تریدینگ ویو بسیار به تحلیلمون کمک میکنه. روی تمام ابزارها تمرین بکنین، مثل موم تو دستتون باشه تا بتونیم زمانی که رفتیم تو جلسات تحلیل بتونیم به راحتی از همشون استفاده کنیم.